اگر عشق درست، رابطه سالم و آرامش قلب میخوای، این شمع تراپی رو انجام بده. امروز یکی از قوی ترین تکنیک های جذب رابطه سالم و عشق رو به شما میگم. شمع تراپی جذب عشق برای باز کردن مسیر عشق و آرامش. وسایل لازممون: شمع صورتی قلمی، شمع سفید قلمی، عود برای پاکسازی، کبریت، برگه کاغذ سفید، خودکار آبی، خلال دندون یا سوزن، سنگ نمک، چوب دارچین، اسپند، گل خشک محمدی هستش. بعد از پاکسازی وسایلمون با دود عود، روی برگه سفیدمون می‌نویسیم: من آماده دریافت عشقی سالم و الهی هستم. و بعد روی هر دو تا شمع صورتیمون و سفیدمون کد عشق 225990 رو حک می‌کنیم و نیت جذب عشق و باز کردن مسیر آرامش و ورود آدم درست رو نیت می‌کنیم و 9 بار تکرار می‌کنیم. ابتدا شمع سفیدمون رو روشن می‌کنیم و بگو: زخمی که مانع عشق حقیقی است اکنون در نور الهی حل می‌شود. سپس شمع صورتی رو روشن کن و بگو: عشق سالم، زیبا و متعهد در زمان الهی وارد زندگی من می شود. کاغذی رو که روش نیت رو نوشته بودیم رو تا می کنیم و زیر شمع صورتی می زنیم. 7 تا 9 دقیقه به شعله شمع صورتی نگاه کن و بگو: من لایق عشق سالم و وفادار هستم و اکنون آن را پذیرا هستم. ممنون که منو سابسکرایب میکنید.